خب اینجا کم کم داشتیم میرفتیم سمت کافه یوبولند. اینجا داشتن دستشون میکردن که کاسر بهشون دادن و گفتن که اینجوری باید بستنی بریزیم. این طعم طالبی بود و این هم قهوه. خب بزن بریم. خیلی تعجب کردن از این همه تنقلات و به من گفتن ویدیو بگیر. خیلی برشون جالب بود. بزن بریم. فکر کنم کل بستنی رو میوه ریختن، آخرش هم دل درد شدن. یکم هم شکلات. یه چیزی چششونو گرفت. چیپس شکلات، باقلوا و اینم بستنی. بزن بریم. خب گفتم بریم بالا. و حالا بستنی و نظرشونو میشنویم. من با پاینپل شروع کردم. خب این چیزایی که من انتخاب کردم، اول از همه اینو میخوام تست بکنم. حالا چیه این جفتش چیز خربزه است؟ نه طالبی دو رنگش حتما انتخاب کن. به من که خیلی خوش بود. من دوست دارم بستنی رو با میوه بخورم. فیوریت من اینجا این شیشه است، این گلاسه با این باقلوا. دقیقش رو من نرمال ولی عالی پرفکت.